چو بگشاد لب هر دو بشتافتند، به بازار آهنگران تاختند. هر آن کس کز آن پیشه بد نامجوی، پیشه یعنی پیشه آهنگری، هر کس که توی کار آهنگری اسم و رسمی داشت، نامی داشت، به سوی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زود. پرگار همون پرگاری که امروز هم میگیم ما، یعنی همون پرگاری که توی هندسه بچه‌ها استفاده میکنن. حالا فریدون میگه که یک پرگار گرفت و روی زمین، روی همون کف چیز، برای اینها نقشی رو کشید که من یک گرز میخوام این شکلی باشه. جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرز پیکر به دیشان نمود. پیکر یعنی شکلش، نقشش رو نشون داد. نگاری نگارید بر خاک پیش. تصویر اون چیزی رو که میخواست بر خاک کشید. همیدون به سان سر گاو میش. سر این گرز میخوام مثل سر گاو میش، مثل که دوتا مثل شاخ داشته. بران دست بردند آهنگران. دست بردند یعنی شروع کردند. چو شد ساخته کار گرز گران، به پیش جهانجوی بردند گرز. فروزان به کردار خورشید برز.